صد خوب خیلی است. من خوب میفهم که شما رو استادات دنبال من روی کرده. شما مجبور به این شدید که من استاد کنید. فهمید یعنی رفیقاسی من استاد هم نمیکنید. تا این نظام براتون عرض کنم. قربانت. میرمایسی بفرمایید ما خط هستیم. ما پیشتر از همین درست قرار داریم. میرمایسی بعد سوال یک داریم ما جواب دیستیم خلاصی مطلب. قربانت نام چی است؟ نام میر آقای سالنگ است. دیگه از راهنمایی شما مشرف شیم. تشکر یک جان ممنون از قدردانیتان. دیگه بدر مشکلی که در بین جریان برای نوکرتان بگید تا جایی که من یعنی زورم برسه که تا همکاری میکنم. قربانت تو نوکر ما نیستی تو بادارم هستی. دیگه چی گپ بفرمایید. بخیر باشی. چی میکنی در منطقه کارت پروان؟ الان برادر اینمی جد می منطقه کارتی پروان اومدیم که بدر به خاطر اینی که بدر اینمی رفیقای برادر فهمیدیم که ما یک ماه پیش حتی قول کردن که بیا بدر ما برای تذکره میتم. تو اون نظر ما شما معلومات داریم مگه ما اینا اعتبار نیتما چی ندارن معلومات درست ندارن. همین یک ماه ما تیر شده میخوایم که اینا پس درخواستی بتون به خاطر این تذکره خود که این تذکره مدرسه بیای دیگه اینا ببینیم که در همین رفیقای برادر فهمیدی که تمام کاری میکنه نمیکنه دیگه خدا جان هدایت نیکی بهش ایشان. خب حالا دیگه منظور ما همین بود. فعلا چند سال هستی؟ تقریبا یک 45 ساله میام دیگه به فکر خودم. خب حال تذکره نداشتی تو بالا؟ تذکره ندارم. از وقتی که رژیم تغییر خورده ما به تشویش شدم. ما گفتم باید تذکره نو بگیرم دیگه. ببینیم خاطر ما خود در جریان قرار داریم که متاسفانه شما رفیقا دوزداشتنی شما رفیقای دوزداشتنی در طورم خورده دیگه. ما دیگه زور کی میرسه برای شما دیگه. نهایت عزیز القدر است شما مهربان هستید دیگه. نوری چشم هستید بیخی سر می چشمای مرگ که باشه با منظوری که بدر کارمند رادیو تلویزیون هستید. من نوکریتون میکنم دیگه. چی میخواهید؟ تو بادارم هستی